السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه ابوذر رضی الله عنه مسلمان شد، رسول خدا صلی الله علیه وسلم را گفت میخواهم اسلام را تعلیم بگیرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اگر قریشی ها تو را ببینند با من هستی و مسلمان شده ای، تو را سخت عذاب میدهند و ممکن است که تو را بکشند. فردا اگر من را بیرون از مکه دیدی، از پشتم بیا، من به خانه ارقم می روم، ولی بسیار احتیاط کن. مسلمان ها در خانه ارقم جمع می شدند و اسلام را تعلیم می گرفتند پنهانی. حالا بر مسلمان ها نماز و روزه و زکات فرض نشده بود، فقط اسلام کمی تعلیمات داشت. ابوذر رضی الله عنه پگاه شد، از پشت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفت و به خانه ارقم در آمد. همین طور 15 روز از پشت رسول خدا می رفت به خانه ارقم و از اسلام تعلیم می گرفت. در این مدت 15 روز ابوذر رضی الله عنه فقط از آب زمزم می نوشید، خوراکش آب زمزم بود. آب زمزم می نوشید و تمام. بعد از 15 روز ابوذر رضی الله عنه از رسول خدا اجازت پرسید که سفر کند به قبیله خود و گفت من قوم خود را دعوت به اسلام میکنم. قصه ابوذر رضی الله عنه دراز است، ان شاء الله تعالی در آینده قصه اش را میشنویم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم قوم خود را پنهانی دعوت میکرد و بزرگان قریش دیدند که رسول خدا کار خود را دوام میدهد. گفتند ما با محمد بار دیگر باید سخن کنیم، مستقیم سخن کنیم، شاید راه حل پیدا شود. قریشی ها با رسول خدا ملاقات کردند و گفتند ای محمد، تو دعوای پیغمبری میکنی، پیغمبران پیش از تو معجزه های زیادی داشتند، تو چه معجزه داری؟ رسول خدا فرمودند سخن الله قرآن معجزه است. قریشی ها گفتند نه، اگر بخوای که ما ایمان بیاوریم، مسلمان شویم، پس در همین جا چشمه آب با باغها بیاور، ما مسلمان می شویم. رسول خدا فرمودند اگر الله بخواهد می شود. قریشی ها گفتند اجدادان ما را زنده بکن، بگذار زنده شوند و از بین آنها قصی ابن کلاب شود، اگر ما آنها را دیدیم مسلمان می شویم. رسول الله فرمود الله متعال تنها مردگان را زنده می کند، اگر بخواهد می شود. قریشی ها گفتند چرا معجزه نشان نمی دهی ای محمد؟ میگویی جبرائیل به نزدت می آید، بگذار ما ملائکه ها را ببینیم و با تو ما ایمان می آوریم، مسلمان می شویم. رسول خدا فرمودند اگر الله بخواهد می بینید، ولی شما آنها را دیده نمی توانید. گفتند ای محمد بگذار پروردگارت برایت باغها و قصرها و مال و ملک بدهد، در بین ما مرتبه پیدا میکنی و ثروتمندترین در بین ما میشوی، ما تو را اطاعت میکنیم، مسلمان میشویم. رسول خدا فرمودند اسلام با مال و ملک نیست، اسلام تقوا است. قریشی ها گفتند ای محمد تو ما را وعده به عذاب میکنی، اگر ما ایمان نیاریم میگویی پروردگارت ما را عذاب میدهد، بگذار آسمان بر ما پارچه پارچه شود، نازل شود، عذاب بر ما نازل شود. رسول خدا فرمودند اگر الله بخواهد می شود. قریشی ها گفتند ای محمد تو دروغگویی هستی، دروغ میگویی، هیچ معجزه ای نداری و نمیاری. تو را شخصی که این سخنها را نشان میدهد نامش رحمان است، همان شخصی که نامش رحمان است همین سخنها را برای تو نشان میدهد. تو همین قرآن را از نزد همون یاد میگیری.
یعنی قریشی ها قبول نداشتند که رحمان نام الله است. برای همین میگفتند رحمان یک مرد است و از تو از نزد همون درس میگیری. الله متعال در مورد یعنی قریش ها در باره همین سخنشان آیتی را نازل کرد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. و هنگامی که با آنها گفته میشد برای خداوند رحمان سجده کنید، گویند، یعنی قریشی ها، رحمان چیست؟ او را نمیشناسیم. یعنی رحمان الله نام الله نیست، او را ما نمیشناسیم. آیا برای چیزی که تو به ما فرمان میدهی سجده کنیم؟ و بر نفرت و گریزشان افسوده میشد. یعنی میگفتند رحمان مردی است در منطقه یمامه زندگی میکرد، یک مرد رحمان نام داشت. میگفتند تو از همون مرد تعلیم میگیری و به نزد ما میآیی و ما را دعوت به دینت میکنی. از بین قریشی ها عبدالله ابن امیه خیست و گفت ای محمد، یک معجزه برای ما نآوردی. هر چیزی از تو پرسیدیم جواب نتوانستی بدی. خب یک معجزه بیاور. در آسمان پرواز بکن و از آسمان ها کتابی بیاور برای ما. و اگر همین گفته های من را اجرا کردی هم تو جادوگر هستی. اگر از آسمان هم برای ما کتاب آوردی تو جادوگر هستی. رسول خدا این جاهل را جواب نداد، خاموش بود. بعضی دیگری از قریش ها گفتند به خدا قسم تا وقتی ایمان نمی آوریم که ملائکه ها و الله را نبینیم. رسول خدا قریشی ها را فقط گوش میکرد. در این وقت خاموش بود و هیچ سخنی نمیکرد. در این وقت آیات نازل شد: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. برای چه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفته های قریشی ها را از الله نپرسید؟ یعنی این معجزه ها را از الله دعا نکرد و نپرسید. آیا پیش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیگر پیغمبران معجزه نیاوردند؟ موسی علیه السلام چقدر معجزه آورد به بنی اسرائیل؟ آیا ایمان آوردند؟ نه آوردند. اکثر آنها روی گرداندند. عیسی علیه السلام چقدر معجزه ها آورد، حتی که به امر الله مرده را زنده کرد. و بعد از دیدن این قدر معجزه ها 12 نفر مسلمان بود. قریشی ها هم فقط میخواستند با رسول خدا سخن کنند و مسخره کنند، یعنی رسول خدا را با سخنان بند کنند. اگر معجزه ها را هم می آورد رسول خدا را ساحر می گفتند، چطور که عبدالله ابن امیه گفت اگر در آسمان پرواز کنی از آسمان کتاب بیاوری تو ساحر هستی. برای همین بعد از دیدن معجزه ها رسول خدا را حتما ساحر می گفتند که ساحر هم گفتند. در آینده قصه ها را می شنویم.
و الله متعال سبب روان نکردن معجزه ها را در قرآن برای ما بیان کرده فرمود. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. و هیچ چیز ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه گذشتگان آن را تکذیب کردند، یعنی باور نکردند. و به قوم ثمود ماده شتری که معجزه روشنگری بود دادیم، پس آنها با آن ستم کردند و آن را کشتند و ما معجزات را جز برای ترساندن نمیفرستیم. بعد از اینکه قریشی ها از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتند، جبرائیل علیه السلام به نزد رسول خدا آمد و گفت یا رسول الله، الله متعال میفرماید اگر محمد بخواهد صبر کند به سخنان قریش و اگر بخواهد هر چیزی که پرسیدند قریشی ها از معجزات برایشان نشان میدهیم، ولی اگر بعد از دیدن معجزه ها روی گرداندند همشان هلاک می شوند، یعنی مکه برباد می شود، به عذاب سخت گرفتار می شود و اختیار به دست خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. جبرائیل علیه السلام به رسول خدا گفت یا رسول الله، اختیار در دست توست، اگر بخواهی صبر کن، اگر بخواهی معجزات را الله متعال میفرستد برایت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من صبر میکنم، شاید از فرزندان اینها هدایت یافتگان باشند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم صبر کرد و دعوت خود را پنهانی دوام داد. قریشی ها بار دیگر جمع شدند و گفتند یعنی باید که راه حل پیدا کنیم. از بین آنها شخصی گفت نضر ابن حارث را به مکه دعوت کنید که بیاید. نضر ابن حارث از اهل طائف بود و شخص بسیار قصه دان بود، یعنی قصه های خرافات و قصه های راست و دروغ بسیار میدانست، یعنی به هر طرف سفر میکرد و از هر قوم و از هر ملت قصه میدانست. وقتی نضر ابن حارث به مکه آمد، بزرگان مکه به او گفتند ما بسیار مشکلی داریم با محمد، سخنان او مردم را به خود جلب میکند، ما میخواهیم قصه های خود را به مردم نقل کنی. وقتی که محمد میخواهد با مردم سخن کند تو هم در همون جا رو و قصه های خود را به مردم نقل بکن، مردم را به سوی خود جلب کن. فعلا وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جای با مردم میخواست سخن کند، نضر ابن حارث در آنجا حاضر میشد و با آواز بلند قصه خود را شروع میکرد. مردم از نزد رسول خدا یعنی به نزد نضر ابن حارث می آمدن، جمع میشدن و گوش میکردن. چند روزی همین کار را دوام داد، ولی آنقدر زیاد دوام نکرد. مردم هم قصه های دروغین و قصه های بافته شده را بسیار از نضر ابن حارث شنیدن، فهمیدن که این قصه است، یعنی یکون چیزی بالا از آن نیست. نضر ابن حارث می گفت محمد به شما قصه میکند، من هم قصه میکنم، بین من و محمد هیچ فرقی نیست. الله متعال در باره نضر ابن حارث آیاتی را نازل کرد. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات
السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. و گفتند این همان افسانه های گذشتگان است که آن را روی نویسی کرده هر صبح و شام برای او املا می شود، یعنی نوشته می شود و گفته می شود. بگو ای محمد کسی آن را نازل کرده است که راز آسمان ها و زمین را می داند. بیگمان او آمرزنده مهربان است. مردم سخنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم را گوش می کردند وقتی قرآن می خواند که سخن می کرد. قریشی ها گفتند مردم باز با محمد هستند و سخنانش را گوش می کنند. چی باید کنیم؟ هر کاری که می کنیم هیچ فایده ندارد. ابو جهل لعنه الله گفت من می دانم چی باید کنیم. قریشی ها گفتند چی است راه حل؟ ابو جهل گفت بگذارید محمد را من بکشم. اگر می خواهید من را طرفداری کنید، اگر نمی خواهید بگذارید خویشاوندان محمد من را بکشند. لیکن من محمد را میکشم و قصه تمام می شود. قریشی ها گفتند ما با تو هستیم، بیا محمد را بکش. ابو جهل گفت محمد را در نزد کعبه میکشم وقتی که تنها است نماز میخواند. هرچند که در نزد کعبه خون را ریزاندن حرام بود، این را اهل مکه میدانستند، ولی ابو جهل فرعون امت بر هر کاری تیار بود. رسول خدا وقتی سحر شد و به نزد کعبه آمد، طواف کرد و نماز را شروع کرد. در حالت سجده بود. رسول خدا وقتی که سجده میکردند سجده شان بسیار دراز بود. ابو جهل یک سنگ بزرگ را گرفت. بعضی علما میگویند سنگ چنان بزرگ بود و وزنین بود که بسیار با مشکلی برداشته بود. یعنی میخواست با سنگ سر رسول الله صلی الله علیه و سلم را زند و رسول خدا را بکشد. سنگ را گرفت به نزد رسول خدا آمد. وقتی نزدیک شد سنگ را به دیگر طرف انداخت و گریخت. سخت ترسید. قریشی ها از دور این ماجرا را می دیدند، در تعجب بودند که این قدر نزدیک شد سنگش در دستش، چرا سنگ را به دیگر طرف انداخت و گریخت؟ چرا این طور شد؟ قریشی ها به نزد ابو جهل رفتند، گفتند چرا گریختی؟ کار حل شده بود، قریب بود کار حل می شد. ابو جهل گفت آیا شما ندیدید چیزی را من دیدم؟ گفتند نه. چی بود؟ ابو جهل گفت یک شتر بزرگی را دیدم که چنان شتر بزرگ را پیش از این ندیده بودم. دهانش را باز کرده بود و میخواست من را بکشد. آنها گفتند هیچ شتری نبود. ابو جهل گفت چطور نبود؟ قریب بود که من را بکشد و برای همین من گریختم. و با همین رسول الله صلی الله علیه و سلم نجات یافت. الله متعال او را حفظ کرد. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.